این مقدار برای ما استخراج کرده و هر موقعی که شما بیاید اینجا گزینه اکسچنج رو بزنید، مقداری که اینجا هست میاد و این بالا به ارز تتر ما اضافه میشه و شما میتونید از این ربات برداشت کنید. خب دوستان عزیز، اینم از اثبات برداشت $7.5 که درخواستش رو زدیم و واریزیش رو خیلی سریع توی کیف پول تراسالت ما انجام داد. سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ امیدوارم که همیشه عالی باشید. خوش اومدید به یک ویدیو آموزشی داخل کانال دوممون که امروز قراره یه ربات کاملا جدید رو بهتون آموزش بدم که به صورت ماینینگ هست و فقط کافی که شما واردش بشید و یه گزینه رو بزنید تا استخراج برای شما شروع بشه. خیلی رباتش خوبه و تمام قسمت‌ها رو به شما آموزش میدم. حتما با من تا انتهای ویدیو همراه باشید. در کنارش یه سایت دیگه هم به شما معرفی میکنم که میتونید شما درآمد دلاری داشته باشید و اثبات برداشت هم داخلش میزنید. مثل روال همیشه لینک سایت ها رو توی کامنت اول براتون پین میکنم که جای دیگه دنبالش نگردین. اگه اثبات برداشت تک تک سایت هایی که قبلا معرفی کردم و میخواید مشاهده کنید، میتونید وارد کانال تلگرامی ما بشید که لینکش زیر همین ویدیو برای شما توی توضیحات قرار داده شده که میتونید راحت و رایگان عضو کانال تلگرامی ما بشید. و اما نکته آخر در مورد کانال یوتیوبی ما هست که این کانال دوم ما هست و نیاز داره که حمایت بشه. ممنون میشم که ما رو حمایت کنید. گزینه سابسکرایب این کانال هم بزنید، اون زنگوله کنارش هم روی آل قرار بدید تا ویدیوهای آینده براتون نوتیفیکیشن بیاد. داخل این کانال بیشتر ایردراپ ها و ربات های معتبر تلگرامی رو معرفی میکنیم. دیگه این قسمت زیاد وقتتون رو نمیگیرم، خیلی سریع بریم که آموزشمون رو شروع کنیم. خب بچه‌ها، ما الان اومدیم توی محیط این ربات و اینجا بالا میبینید که باید بیاید گزینه استارت رو بزنید تا برای شما بیاد و استخراج رو شروع کنه که عکس یه ماینر هم به شما نشون میده. یه ماینر هم که همون قدرت استخراج شما هست و الان قدرتی که من به دست آوردم به صورت رایگان و شما هم میتونید به دست بیارید داخل این ربات 1500 تا جی پی یو و شما با یه سری کارهای راحت مثل عضو شدن داخل کانال میتونید قدرتتون رو افزایش بدید. این مقدار برای ما استخراج کرده و هر موقعی که شما بیاید اینجا گزینه اکسچنج رو بزنید، مقداری که اینجا هست میاد و این بالا به ارز تتر ما اضافه میشه و شما میتونید از این ربات برداشت کنید. اینجا میام اکسچنج رو میزنم و سمت چپ گزینه اکسچنج رو کلیک میکنم و مقدار ما این پایین دیدید که صفر شد و اومد بالا و به درآمد ما اضافه شد. خب از پایین من منو ها رو تک تک به شما آموزش میدم که الان روی منوی ماینر هستیم. میایم سمت چپ گزینه ارن رو میزنیم و میریم توی تب ارن. اینجا شما میتونید لینک رفارتون رو کپی کنید، از اینجا کپی میکنید و برای دوستاتون ارسال میکنید و اینجا گفته که بابت هر یه زیر مجموعه که بگیرین 2500 تا جی پی یو به شما قدرت میده و اینو شما میتونید پس انجام بدید و کمیسیون هم که دارید تا 3 لول به شما کمیسیون میده که درآمد شما رو میبره بالاتر. قسمت پاور هم که خب شما میتونید پاور تهیه کنید. دوستانی که میخوان سرمایه گذاری کنن میتونن قدرت بگیرن که اینجا گفته که شما میتونید با $3 این ماینر رو تهیه کنید و حالا ماینرهای دیگه هم داره که یکم که بیاید پایینتر میتونید اینجوری چپ و راست کنید که اینا رو میتونید قفلش رو بر خودتون باز کنید. که توصیه من به شما اینه که میتونید رایگان هم قدرتتون رو ببرید بالا. گزینه آخر از سمت راست رو که بزنید قسمت تسک، اینجا یه سری وظایف هست که اینا رو که انجام بدید به شما قدرت رایگان میده. اینا وظایفی هستن که شما میتونید انجام بدید. اگه یه دونه زیر مجموعه بیارید 200 تا به شما جی پی یو میده، 3 تا زیر مجموعه و 7 تا و گفته اگه بالانس شما به $5 برسه این مقدار قدرت میگیرید رایگان. گفته که عضو کانال تلگرامی بشید، به شما این مقدار قدرت میده و اینا هم ربات هایی هستن که شما میتونید عضوشون بشید و اینجا گزینه اوپن رو میزنید عضو میشید و گزینه چک رو میزنید و به شما اون قدرت رو میده. پس رایگان هم میتونید قدرتتون رو افزایش بدید. و اما قسمت آخر که من به شما توضیح بدم قسمت برداشت هست. گزینه ویدیو رو از پایین سمت راست رو میزنید، شما رو میاره توی صفحه برداشت که شما میتونید از ارزهای دیجیتالی که اینجا هست استفاده کنید و میتونید برداشتیتون رو انجام بدید. زیر هر ارزی که مشاهده میکنید حالا نوشته که مینیمم برداشت چقدر هست و شما باید چه مقدار دلار داشته باشید یا همون تتر تا بتونید برای مثلا ارز ترون رو درخواست برداشتش رو بدید که ما حالا روی ارز ترون کلیک میکنیم، شما رو میره توی این صفحه که باید
آدرس کیف پولتون رو اینجا وارد کنید، مقدار اینجا هم که حد برداشت هست، حد برداشتش زیاد نیست، یه چیز ناچیزیه. به این مقداری که رسیدین شما میتونید برداشتتون رو انجام بدید که کارمزدم که دریافت میکنه و میتونید از این ربات به صورت رایگان درآمد خوبی داشته باشید. تمام توضیحات این ربات همینه. اگه سوال داشتید تو کامنت ازم بپرسید. لایک ویدیو رو هم بزنید که خیلی میتونه به من کمک کنه. خیلی سریع بریم برای آموزش سایت بعدی. خب بچه‌ها وقتی که لینک دومو توی کامنت روش کلیک کنید وارد این سایت میشید که بعد ثبت نام انجام بدید، جیمیل وارد میکنید، پسورد و این گزینه رو کلیک میکنید، ثبت نام شما انجام میشه و وارد حسابتون میشید. خب بچه‌ها من وارد صفحه اصلی این سایت شدم که اینجا مشاهده میکنید یه سری قسمت‌ها هست که شما میتونید درآمد دلاری داشته باشید که اینجا یه سری وظایف هم داره داخل این سایت. اینا وظایفی هستن که رایگان هست. این وظایف پایین رو که انجام بدین اینجا گفته که روزانه بیایید به سایت سر بزنید و 800 رایگان دریافت کنید. گفته که برید و حالا کانالاشون رو فالو کنید، 20 سنت به شما میده. گفته که اگه زیر مجموعه بیارید، زیر مجموعه لول 1 که حالا یه مقدار واریزی داشته باشن به شما $1 میده. اینا همه قسمت های رایگانش هست که این وظایف رو که انجام بدید میتونید درآمد رایگان از این قسمت دریافت کنید. حتی برای شما یه جعبه هم اینجا گذاشته که میتونید اینم پاداشه که میتونید بزنید و دریافت کنید. خب میایم اینجا حالا قسمت اصلی این سایت تو قسمت پروژکته که وقتی بیاید تو این صفحه اینجا یه سری طرح‌ها هست که شما میتونید برای خودتون فعالش کنید و میتونید روزانه بیاید و سودی که اینجا هست رو دریافت کنید. سود 10.5%. گفته که اینجا اگه مبالغی بین $20 تا $149 توی حسابتون داشته باشید شما میتونید این پکیج رو برای خودتون فعال کنید تا 80 روز روزانه 10.5% برای خودتون میتونید سود دریافت کنید که پکیج های زیادی داره که حالا من پکیج اول رو برای خودم فعالش میکنم. من $20 موجودی داخل حسابم هست و اینجا میام روش کلیک میکنم و پکیج $20 رو برای خودم فعالش میکنم که یه چند لحظه صبر میکنیم. خب دوستان شما رو میاره تو این صفحه که گفته که مقدار رو وارد کن که خب من اینجا میام توی کارت دوم $20 رو وارد میکنم و این پایین داره به ما میگه که چه مقدار روزانه به من سود میده. روزی $2 سودمه و بعد از 80 روز این مقدار من دریافت میکنم. میام اینجا گزینه استارت رو کلیک میکنم تا این برای ما این پکیج برای ما فعال بشه. خب دوستان حالا من میام توی صفحه هوم و اینجا یه قسمتی هست که باید به شما توضیح بدم. قسمت ریچارج رو که شما بزنید میتونید حسابتون رو شارژ کنید که من قبل از اینکه ویدیو رو ضبط کنم این کار رو انجام دادم. یکی از این ارزهای دیجیتالی که اینجا هست رو روش کلیک میکنید و میتونید حسابتون رو شارژ کنید. بعد از اینکه شارژ کردید پروژه رو برای خودتون فعالش میکنید. بعدش میتونیم سود امروزمون رو برداشت کنید. از پایین قسمت تیمو که بزنید اینجا شما میتونید لینک رفالتون رو بردارید به همراه کد رفالتون رو و میتونید برای دوستاتون ارسال کنید تا 3 لول به شما سود کمیسیون تعلق میگیره داخل این سایت که اینجا میتونید مشاهده کنید درصد سود کمیسیونش که درآمد شما رو به شدت میبره بالاتر. برمیگردیم توی صفحه هوم و بریم یه اثبات برداشتم بزنیم. بعد بیاید اینجا و اینجا داخل سایت گزینه ویدیو رو میزنیم. یه نکته‌ای که یادم رفت به شما بگم وقتی که شما پکیج رو فعال میکنید باید 24 ساعت ازش بگذره تا به شما اون سودو بده. من اون سود $2 فعلا نمیتونم برداشت کنم ولی خب از قبل من سودام جمع شده و حالا یه موجودی دارم که داخل این سایت میایم یه اثبات برداشتم بزنیم تا مشاهده کنید. من سود $7.5 توی حسابم هست. اینو من میتونم برداشت کنم. ارز تتر روی شبکه بایننس اسمارت چین من انتخاب میکنم و آدرس کیف پولم رو از تراسایت برم دارم اینجا وارد میکنم. مقداری که اینجا هست رو توی کادر اول باید بزنیم و پسوردی که ما با ثبت نام دادیم هم اینجا میزنیم و در نهایت گزینه کانفرم رو کلیک میکنیم. تمام قسمت ها رو اینجا سریع پر کردیم. میایم پایین گزینه کانفرم رو میزنیم. از حساب ما باید سریع کم کنه و کارمزدی هم که از ما نمیگیره. دیدید که از حساب ما کم کرد. سریع برم توی کیف پولم تا اثبات برداشتم به شما نشون بدم. خب دوستان عزیزم از اثبات برداشت $7.5 که درخواستش رو زدیم و واریزیش رو خیلی سریع
توی کیف پول تراسالت ما انجام داد. خب بچه‌ها دید که اثبات برداشت این سایت برای ما انجام داد و واردش هم که موفق بود. شما هم میتونید درآمد خوبی داشته باشید، ولی خب باید مدیریت سرمایه حتما داشته باشید تا خدای نکرده پولی از دست ندین و ریسکش هم باید بپذیرید. سایت سرمایه گذاری هست و باید حواستون باشه. من حالا با $20 شروع کردم، ولی خب هر کدومتون حالا بستگی به شدت ریسکی که میتونید بپذیرید میتونید حسابتون رو شارژ کنید و با این سایت کار کنید. تمام قسمت‌های مهم این سایت هم به شما آموزش دادم. امیدوارم که از جفت سایت‌ها درآمد خوبی داشته باشید. اگه سوالی داشتید حتما داخل کامنت‌ها بپرسید، تمام سوالاتتون رو هم جواب میدم. لایک ویدیو هم فراموش نکنید. ممنونم که وقتتون رو گذاشتید تا اینجا این ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیو بعدی، خدایا رو نگهدارتون.